سلام به هنر دوستای عزیز و دوست داشتنی. به کانال هنری من خیلی خوش اومدید. سونیا هستم، هنرمند، و تو این کانال قرار زندگی هنری خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم و کلی ایده جذاب رو به اجرا در بیارم. هر چیزی که مربوط به خلاقیت و خلق کردن هست، از نقاشی کردنم گرفته تا هر چیز ریز و درشتی رو که درست میکنم قراره تو این کانال نشونتون بدم. امیدوارم که بتونه برای شما هم الهام بخش باشه. پیشاپیش مرسی که همراه همید و ازم حمایت میکنید. امیدوارم منم بتونم متقابلا توی این مسیر ارزشی رو به زندگی شما اضافه بکنم و میدونم که کنجکاوید ببینید ادامه ویدیو قراره چه اتفاق بیفته. پس بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب امروز هم برگشتیم با یه چالش هنری دیگه و قراره یه ایده جذاب دیگر رو به اجرا برسونیم. اگر نمیدونی ربط این سطل با کانوای داخلش چیه، همراه من باش تا ببینی که قراره امروز چه ایده‌ای رو انجام بدیم و پیاده سازی کنیم. واقعیت اینه که من این سطل رو چند سال پیش خریده بودم و همینجوری منتظر نشسته بود که من یه روزی تزیینش کنم و تصمیم گرفتم با کانوای رنگی تزیینش کنم و از یه سطل ساده تبدیلش کنم به یه ایده دکوری جذاب. حالا جذابیتش رو انتهای ویدیو با هم دیگه میبینیم که قرار چی عذاب در بیاد. فعلا در همین حد بگم که با هر رنگ کانوایی که دلتون بخواد میتونید این کار رو انجام بدیم. من چون کلا عاشق رنگ هستم و همه منو میشناسن به عاشق رنگ بودنم، تصمیم گرفتم با هر چه رنگ بیشتر درست کنم، ولی دستتون بازه با هر رنگی که دوست دارین این کار رو انجام بدین. و یه چیز دیگه ای که احتیاج دارید، برای این کار احتیاج به این سوزن‌های بزرگ داریم که بتونیم نخ کانوا رو از داخلش رد کنیم و بتونیم راحت باش کارمون رو انجام بدیم. هدف اینه که وقتی کانواها رو داخل سوزن کردیم، از سطل یه دونه از زیر و بعدی رو از رو، دوباره از زیر و بعدی رو از رو رد کنیم و اینو با کانواهای رنگی پوششش بدیم. بریم ببینیم که چه شکلی میشه. من که خودم خیلی کنجکاوم، ولی فکر میکنم چیز خوشگلی از آب در بیاد. خب وقتی میگم سوزن بزرگ، به خاطر اینه که بتونه نخ کانوا قشنگ بره داخلش. برای شروع قراره این ترتیب رنگا رو به این شکل پیش ببرم، ردیف به ردیف، و جوری میبریم که یه مقدار از سطل بزرگتر باشه، اندازه دور سطل، که از داخل میخوایم گره بزنیم کم نیاد. داخل کار یه مقداری باقی بمونه که آخر سر میخوایم گره بزنیم، پس مواظب باشید که در نره.
خب و اینم نتیجه کارمون که یک اثر هنری واقعا شاهکار شد. من خودم لذت بردم از اینکه این کار رو به اتمام رسوندم. نتیجه کار هرچی خستگی بود و از تنم بیرون برد، ولی باید بهتون بگم یه صبر خیلی زیادی میخواد برای اینکه اینا رو ردیف به ردیف و با حوصله پر کنید، اما وقتی خروج کار رو میبینید واقعا خودتون لذت میبرید. خب چالش این هفتمونم همینجا به پایان میرسه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، خودتون بیلبیلکای یوتیوب رو بلدید، سابسکرایب و لایک کنید. اگر سوالی داشتید حتما توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید و اگر دیدید این ویدیو میتونه به درد کسی بخوره حتما باهاش به اشتراک بذارید. من میرم برای آماده کردن ویدیو هفته بعد و تا اون موقع شما رو به خدای خلاق میسپرم. یادتون نره که به خلاقیتتون اعتماد کنید و اجازه بدید که مرزها رو بشکنه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.